چی شد بالاخره ما میخوام بریم ها. هدف از زندگی؟ هدف از زندگی که دارم، هدفم از این زندگی از سوال سختیه. زندگی ایدار، راحت، بی دغدغه. کل دنیا، کره زمین، همه بخندن. دوست دارم برم اتریش موسیقی بخونم. فکر نمی‌کنم به خیلی از خواسته‌هام بتونم برسم، ولی تا اونجایی که بتونم سعی می‌کنم، تلاش می‌کنم که به خواسته‌هام برسم. هدفم اینه که هر چی دارم فدای اون چیزی که برای آینده‌ام دارم میسازم بکنم. هدف من اسلامه، دین خداست، اون که خدا فرستاد، نه چیزه. هدف من اینه. هدف استفاده از همه چیزایی که خدا آفریده. آرامش توأم با سعی و تلاش تا لحظه‌ای که آدم زنده هست، تا روز آخر. بودن فعلا، چون ما دیگه به قول معروف آردامون بیختیم و قلبی رامون زدیم. هدفمون بودن، سالم بودن و در محیط سالم نفس کشیدن. زندگی سالم بی آدم بازنشسته چی میخواد؟ یه حقوقی بگیره، سالم زندگی کنه، زن و بچهش برسه. همین هدف، همین. تو دنیا دنبال چی باید بگردیم؟ داروهای گران و کمیاب. فعلا دنبال یه لقمه نونیم که بتونیم راحت پیش زن و بچه شرمنده نباشیم. تو این دنیا دنبال چیزی که بتونم تو دنیاهای بعد راحت زندگی کنم. من راحت بودن نیست، همه راحت بودن اهداف بوده، به اون اهداف نرسیدیم. از ناراحتی دیگران عذاب میکشیم، نمیتونیم راحت باشیم. خیلی این شهدایی که اسمشون شما میشنوی من باشون سر و کار داشتم. اونا یه هدف خاصی داشتن، مثل من دنبال این مملکت آباد بشه، ولی نشد. ولی به هر حال هدف کلی که میتونستش وجود داشته باشه اون موقعی که میتونستیم منشأ کار و خدمت باشیم، بهبود وضع زندگی کل بشریت. من تو این دنیا دنبال این میگردم که بتونم یه شغل مناسب پیدا کنم برای بعدن که بتونم یه زندگی خوب داشته باشم. همیشه دوست داشتم پزشکم. هدف هر جوونی بعد از سربازی کارشه دیگه. هدف ما همینه. دوست دارم پولدار بشم طبیعتا. پول خیلی قشنگ. هدفم خب اهداف آدما مقطعی تغییر میکنه، بستگی داره تو کدوم مقطع از زندگیت باشی. برای مثلا برای من که دارم مادر میشم، خب میشه گفت خوشبختی بچم از هر چیزی فعلا برام مهمتره. هدفم تو زندگی فهم مامانمه، مادرم. 8 بچه با حساب 300 من بزرگ کردم. همه کردم کارمند شرکت و کارگر و خوردن و خوابیدن و حالا خودم هیچی، خودم موندم تو راه. من فعلا خودم هم نمیدونم، فقط دارم یه مسیری رو میرم ببینم به کجا میرسم. هدف خاصی ندارم، چون اصلا با مقوله زندگی مخالفم. فکر می‌کنم کاملا کار غلطیه. بعد بخاطر همون دنبال چیز خاصی نیستم. بلنگ هیچی نیستم، ناامیدیه. شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش. به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم دیگه. هدف خاص کار رو چه میدونم، کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی‌کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی. فکر نکردم بهش.
اجباراً زنده شدم، حالا دارم زندگی میکنم. تا اونجا که توان هست کار کردی، آرامش داشتی، چیزی دیگه نمیخوام. والا هدف فکر کنم هدفی نیست، همینجور داره میگذره، چون هدفی نمیبینم، واقعا دارم میگم. میخوام انسان باشم، میخوام درست زندگی کنم، میخوام قشنگ زندگی کنم. درست عمرمو کردم ولی باقی عمرم میخوام قشنگ زندگی کنم. خواهش میکنم. ممنون. خسته نباشین بچه‌ها، موفق باشین.